صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. یکی از محققان توانای عتیقه‌شناس پینکوف در اثرش باکتریا و انتیچنوی ترادیسی با مسئله پیدایش نام، حدود جغرافی و سرنوشت تاریخی باختر را آورده به نتیجه رسیده است که این نام در اوستا و آثار مورخان یونانی و ریمی ذکر گردیده هم به معنای شهر و هم به معنای مملکت استفاده شده است. به قول جغرافیدان و مورخ یونانی استرابون، باختر زیب آریانا است. اصل برآمد نام باختر را مؤلفان عتیقه کورسی، کلیتارخ، استرابون، پلینی و دیگران از روی نام دریای همنامش می‌شمارند که از نزد باختر جاری می‌شده است. این عقیده را اکثر محققان از جمله ریچارد فرای طرفداری نموده است، یعنی باختر قبلا ماورای بلخ و وادی‌های سرشار رود بلخاب را فرا گیرد، سپس در مرزهای آن سلسله دولت و دولتداری‌ها با نام باختر ارزی وجود نموده، سرزمینی بین رود سیند و یکسرد یعنی سیردریا و حتی حدودهای از آن پهناورتر را متحد می‌ساخته است. در کتاب یکم از آریان تا سامانیان باب جداگانه با نام باختر و سغد گهواره نخست دولت تاجیکان آمده است که آید به پیدایش و تشکل دولتداری کیانیان در ماورای بلخ و باختر معلومات مفصل می‌دهد. گذشته از این، مقام و منزلت باختر در عهد دولتداری هخامنشی چون کشور تجارتی و فرهنگی و حامی قسمت شرقی امپریای پارس بارها ذکر شده است. در عهد دولتداری اسکندر مقدونی و سلاله سلجوکیان نیز باختر همچون ولایت با نفوذ جداگانه و یک قسمت شرقی امپریا شهرت داشت و برای استقلالیت و آزادی تلاش‌های شدید را پس سر کرد و بعد این قدر تاریخ طولانی عنعنه دولتداری و کشورداری بیش از 1000 ساله این مرز و بوم نام خود را نگاه داشته در آغاز استقلالیت و جدا شدن خیش از امپریای سلجوکیان به نام قدیمه دولتداری خیش باز نام کشور اجنبی یونان را اضافه نماید، به دایره منطق نمی گنجد. شاید اشرافان و عملداران باختری از روی ضرورت کارداری زبان و خط یونانی و رسم و رسوم الینی را پذیرفته از سنت‌های اجدادی آریایی دور شده باشند، ولی خود را نادیده انگاشتن ممکن نیست که خلق محلی پشت به پشت در روحیه مذهب زردشتی و تمدن آریایی کمال یافته به این آسانی تمدن الینی را قبول نمایند و سنت‌های اجدادی را واگذارند. فراموش نباید کرد که یک قطار مورخان عهد عتیقه و در پیروی آنها باستانشناسان غرب اصطلاح اسکندر مقدونی و دولتداری‌های من بعده الینی را برای خلق‌های بربری شرق همچون یک پیشرفت تمدن و دستاوردهای بزرگ فرهنگی قلمداد نموده یک گردش انقلابی در حیات آنها می‌شمارند. ناگفته نماند که یونانی‌ها بغیر از الینی‌های ساکن یونان زمین کل خلق‌های اروپا را جاهل و بربری می‌پنداشتند. حتی خلق‌های صاحب تمدن پارس و مصر که به پایه بلند دولتداری رسیده با یونان رابطه‌های دائمی تجارتی و دیپلماتی داشتند، برای یونانی‌ها بربری حساب می‌شدند. دیرتر یونانیان رقیب سرسخت خیش ریمی‌ها را که یونان را ضبط کرده به دولت‌های الینی خاتمه گذاشتند بربری نامیدند. ریمی‌ها نیز در نوبت خود افضلیت تمدن یونانی را اعتراف ساخته خود را ادامه دهنده مدنیت آنها و خلق‌های دیگر عالم را بربری می‌حسابیدند. آنها حتی کرفاگینی‌ها، مصری‌ها و رقیب دیرینه اشان پارت‌های تورانی را که
соҳиби анъанаҳои хосаи давлатдорӣ буда, аз римиҳо камӣ надоштанд, ба қатори мардуми барбарӣ дохил мекарданд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.